خواهش میکنم درباره روزه 6 روزه که بعد از رمضان میگیرن یک چیزی میگفتید. آیا پای در پای گرفتن در کار؟ انسانی روزه داره ثواب روزش الله رب العالمین گفت من خودم ادا میکنم. یعنی ثواب روزه بچنان بزرگ است، بچنان گران است. الله رب العالمین وعده کرده است که این کار هر روز عید رمضان می شده است، شیطان بچنان فیغانی میکرده که سرش در زمین میرسیده است. یعنی هر یک روز شوال ثوابی 2 ماهه را داره. هر یک روزی که انسان از ماه شوال روزه میگیره ثوابش ثواب 2 ماهه روزه گرفتن. اما سخت‌ترین و مصیبت‌ترین برای شیطان روز عید رمضان است. از همامی عملهای فرزند آدم برای خودش هست مگر اینکه روزش. الله بزرگوار ماه رمضان مجسم یعنی جسم میگردانده است که دیگر دیدش میشود. امروز است که ماهش میگوی نمیبینیش. اون لحظه عیدی یعنی رمضان میشود، عید الفطر میشود. الله رب العالمین ملائکه هایی که از جانب او مأمور هستند خداوند برای اونها دستور داده است. یک برادر عزیز دیگر سوال کرده. سلام علیکم داملا. خب خواهش میکنم درباره روزه 6 روزه که بعد از رمضان میگیرن یک چیزی میگفتید. آیا پای در پای گرفتن در کار یا اینکه یک روز پس یا اینکه 2 روز پس هم گیره میشود؟ اکنون برادر عزیز بزرگوار من روزه 6 روزه که بعد از ماه رمضان است، البته این فضیلت ثواب کلان داره. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم در روایتی که امام مسلم روایت کردند از حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت فرمودند که من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال کان کصیام دهری. هر انسانی که ماه رمضان روزه گرفت بعد از ماه رمضان 6 روز دیگر در دوام رمضان چسباند. از قفای رمضان یعنی وقت عید کرد، بعد از عید روز دیگر عید 6 روز دیگر یعنی از ماه شوال روزه گیرد. جناب پیامبر گفتند ثوابش مثل این است که گویا همه سال روزه گرفته است، تمام سال روزه دار گذرانده است. یعنی هر یک روز شوال ثوابی 2 ماهه را داره. هر یک روزی که انسان از ماه شوال روزه میگیره ثوابش ثواب 2 ماهه روزه گرفتن است. این حدیث مسلم است. اکنون سوالی که برادر کرده است که آیا پای در پای گیریم یا اینکه یک روز 2 روز پس هم گیره میشود، شارحان حدیث همین لفظی که و تبعو در حدیث آمده است یعنی متابعت به معنای چسباندن پای در پای هم دلالت داره. تام بهترش همین است که انسان پای در پای گیره، به خاطر که در دوام روزه جسم و بدنش به روزه گرفتن عادت کرده است. بعد از عید اگر 2-3 روز خورد با براش یعنی دشوار و مشکل می شود طاقت کردن، شاید خود را مینت کنه و بعد از آن یعنی ثواب کم گیره. به همین خاطر گفتن که هر انسان اگر توانست پای در پای گیره براش بهتر است. اما انسان اگر پای در پای هم گرفتن نتوانست، در دوام ماه شوال تا آخر ماه 1 روز پس میگیره، 2 روز پس میگیره، یعنی همین 6 روز گیره. ان شاء الله که از خداوند امید داریم که همین ثواب از خود میکنه. یعنی که بهترش پای در پای گرفتن است برادر عزیز. اما اگر انسان یعنی در دوام همین ماه هم تا آخر ماه گیره، ان شاء الله که از خداوند امید است که امو ثواب از خود میکند. امروز وقتی که ما و شما به سوی نماز عید می آمدیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روایت دارند، حضرت می فرمایند که وقتی سحری عیدی یعنی رمضان می شود، عید الفطر می شود، الله رب العالمین ملائکه هایی که از جانب او مأمور هستند خداوند برای اونها دستور داده است، اونها را در راه ها یعنی در سر راه انسان های روزداری که نماز می آیند در سر راه اونها بیرون می کرده است، امر می کرده است که به سوی انسان های روزدار خطاب کنند، یعنی فریاد کنند. اونها یک جمله می گفتند، اونها می گفتند که یا امت محمد صلی الله علیه و سلم، ای امت های محمد.
ای انسانهای روزدار امت محمد، اخرجوا الی رب کریم، خارج شوه، بیرون شوه از خانه ها برای به سوی پروردگار بخشنده تو، به سوی اون صاحبی که برای شما در برابر روزه گرفتگیتون وعده کرد که من خودم اجر و پاداش روزه را برای شما ادا میکنم. به سوی او پروردگار تو از خانه ها بیرون شوه. یعطی العطاء الجزیل و یغفر الذنوب العظیم. امروز الله بزرگوار برای شما یک پاداش ده، یک ثواب، یک اجر، یک مکافات خیلی بزرگ میبخشد. امروز پروردگار در برابر یک ماه محنت و زحمت و عبادت و اطاعتون، الله رب العالمین برای شما خیلی پاداشتی بزرگی میبخشد. و امروز الله بزرگوار گناه های بزرگی شما را میبخشد، گناه های خیلی گران و بزرگی که دوام 1 سال انجام داده بوده، اون گناه ها را امروز الله از شما میبخشد. یعنی که از جانب نماینده های الهی به سوی من و شما انسان هایی که نماز عید آمدیم این خطاب می شده است، این فریاد می شده است از خانه بیرون شوه. امروز روزی در خانه ماندن شما نیست، در خانه ششتن شما نیست، چون که اون ثواب بزرگی که الله بزرگوار گو که بنده یعنی انسان فرزند آدم تمام عملهاش برای خودش میکنه. کل عمل ابن آدم له الا الصوم، تمامی عملهای فرزند آدم برای خودش هست مگر اینکه روزش. الله بزرگوار گفتن مگر روزش فانه لی، روزه را برای من میگیره. انسان روزدار از خوردن خود را معن میداره، از نوشیدن خود را معن میداره، از شهوت خود را معن میداره به خاطر من. الله رب العالمین گفته که من خودم مزد و پاداشتی یعنی روزش خودم ادا میکنم. نماز، زکات، حج، خیر و سخاوت، ذکر و تلاوت، تمام عملها را مزد و پاداش اینها را ملائکه ها ادا میکنند. ملائکه هایی که مأمور هستند از جانب خداوند، برای اونها دستور شده است که مزد و پاداش روزدارها را ادا کنه. اما انسان روزداره ثواب روزش الله رب العالمین گفت من خودم ادا میکنم. یعنی ثواب روزه بچنان بزرگ است، بچنان گران است. الله رب العالمین وعده کرده است که این کار من و بنده هست، این کاری هست که من خودم یعنی اجر ثوابی بنده روزدار ما ادا میکنم. و روزی عید رمضان روزی هست که از همه سختترین و مصیبتترین برای شیطان روز عید رمضان است. از همه روزی یعنی مصیبت سخت، داغی سخت که میان شیطان این روز می شکنه و سر شیطان در زمین خم میکنه، این روز عید رمضان است. وقتی سحر روز عید رمضان می شده است، شیطان به چنان فیغانی می کرده که سرش در زمین می رسیده است. فرزندها در کنارش جمع می آمد. ای مادر به تو چی شد؟ چی بلا رسید به تو؟ این چی فریاد است؟ چی فیغان است؟ چی درد به جان تو آمد؟ شیطان علیه لعنه به سوی فرزنداش می گفت است که میانم شکست، قامتم شکست، مصیبت و داغ به بالام آمد. میفتن ای مادر چی گپ است؟ چی شد؟ شیطان علیه لعنه میگفت است که الله رب العالمین تمام امتهای روزدار محمد صلی الله علیه وسلم گناهاشون بخشید. 1 سال محنت من، زحمت من، وسواس من، فریب من همه برباد رفت. 1 سال محنت کردم، اینها را از راه زدم، به سوی گناه کشاندم، از خدا دور کردم، در غفلت بردم، نوع گناه ها را انجام دادند. اما امروز به خاطر اطاعت و فرمانبرداری ماه رمضان شد، الله گناهاشون بخشید. همه محنتی من، همه اون وسواسی همه برباد رفت. چقدر فیغان میکرده، چقدر ناراحت میشده است.
ببینه برادر از شما بدانه که این چی هست، برای چی خرسندی و شادی داری؟ تبریک برای تو باد ای شخصیت روزدار. خوشا به حال تو که این فضیلت، این ثواب این لحظه تو بهره‌ور شده ای، تو صاحب شده ای، نه این انسانی که به نام مسلمان است و روزه میخورد. امروز شخصیت خرسندی و شادی داره. شخصیت امروز عید داره که از لحظه های این ماه استفاده بود. شبهای این ماه شب زنده داری کرد، نماز تراویح میخواند، تلاوت قرآن داشت، ذکرها داشت، روزانه روزدار بود. او شخصیت امروز خرسندی و شادی داره. او شخصیت امروز عید داره. البته هر انسانی رو میبینی امروز لباسی نو پوشیده به سوی مسجد می آید، اما همه این ثواب و بهره‌ور نمی شوند، همه از این ثواب با نصیب نمی شوند، همه این خبری خوش از خود نمی کنند. شخصیت از خود می کنند، شخصیت صاحب و بهره‌ور می شود که لحظه های این ماه نورانی را استفاده بود. این ماه شفاعتگر و دستگیر روز قیامت خودش گردانید. این ماه دیشب وقتی که ما همراه حضرت ایشان قاری دیگر قاری بچه ها الوداع میخواندن، یعنی به این ماه وداع کردیم، خیر و خوش کردیم، خوش آمدی گفتیم. این ماه از ما برفت. این رمضانه که این سال استفاده بردیم تا روز قیامت ما دیگر این نمیبینیم. اما وقتی که در حالت دشواری و مشقت و مشکلی ما که تمام انبیای خدا، تمام صالحین شهدا در محضر الله رب العالمین وجود اونها میلرزه و چقدر در خوف و ترس هستند برای جواب عملهاشون. اون لحظه این ماه رمضان دوباره در نزد ما حاضر می شود. اون لحظه برای دستگیری ما می آید، برای شفاعت ما می آید، برای غمخواری و پشتگیری ما می آید. جناب پیغمبر گفتن در روز قیامت الله بزرگوار ماه رمضان مجسم، یعنی جسم میگردانده است که دیگر دیدش می شود. امروز است که ماهش میگوی نمی بینیش. اون لحظه در نزد الله رب العالمین حاضر می شود، میگه ای پروردگار، این بنده تو غریب بود، این بنده تو مسافر و مهاجر بود، در غریبی بود، کار میکرد، محنت میکرد، زحمت میکشید، خسته بود، شلپر بود. اینها را در نظر نگرفته نماز تراویح مسجد می آمد، شبها تلاوت قرآن داشت، روزها روزدار بود. ای الله، به خاطر احترام من، به خاطر حرمت من، به خاطر قدردانی من این خود را از خوردن و نوشیدن و شهوت منع داشت. ای الله رب العالمین، این بنده اختیارش در دست من بوده، اختیارش در دست من بوده تا اینکه من از دست این گرفته برام میره داخل جنت کنم. اون جنتی که پیغمبر بزرگوار گفتن که روزدارها یک دری مخصوص دارن برای داخل شدن، ای الله میفته من اجازت بوده تا اینکه از دست این گرفته این را برام از در جنت داخل جنت بگردانم، از این رنج و مشقت و عذاب و غمگینی قیامت خلاصش کنم، نجاتش دیم. چقدر اون لحظه انسان روزدار شاد و خرسند میشده، راحت میشده. والله قسم یگان لحظه خوشحالتر از اون لحظه برای انسانی روزدار نیست. کلمه عید از عود گرفته شده است، به معنای بازگشت می شود. انسانیت دوام 11 ماه که ماهای رخصت بودن، او شخصیت روزه نمی گرفت، نماز شب نداشت، تلاوت قرآن و توبه و استغفار و ذکر نداشت. دوام 11 سال در غفلت فرو رفت، در غفلت افتاد و غلطید. اما به سبب یک ماه آمدن ماه رمضان این شخصیت به سوی خدا رو آورد و به سوی پروردگارش در دوام این ماه سری تعظیم و خم داشت، عبادت میکرد، اطاعت میکرد، پرستش میکرد، فرمانبرداری میکرد و به سبب روزه گرفتن
اون گناه هایی که دوام 11 ماه کرده بود در دوام یک ماه دوباره خود را شستشو کرد، پاکیزه کرد. یعنی از ناپاکی، از بدی، از معصیت و آلودگی، از بدبختی و خاری دوباره خود را به سوی پاکیزگی، به سوی نور، به سوی الله رب العالمین قریب شدن دوباره انسان خود را گرداند. و این خاطر کلمه عید از عود گرفته شده است، یعنی بازگشتن. انسانی که آلوده شد، ناپاک شد، از آفریدگار و صاحب و مولاش دور شده بود، او شخصیت دوباره به پروردگارش صلح کرد، به پروردگارش آشتی کرد، به پروردگارش اون عهد و پیمانی که بسته بود اون دوباره برقرار کرد و دوام داد. اینجا یک برادر از سوال کرده: سلام علیکم دوملا، شخصیتی که روزه گیرد، نماز خواند، باز زنا کند، اسلام برای این گونه نوجوان مردا چی میگوید؟ التماس یک چیزی میگفتید. اکو برادر عزیز، انسانی که هم روزه میگیره هم نماز میخونه و یعنی با در راه زنا و در راه فحش و بد است، فهمیده میشود که نمازی وی نمازی کامل نیست. چون که خداوند وقتی که در قرآن ما را امر به نماز کرده است میفرماید که استعیذ بالله اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه شما نماز را برپا بداره، نماز شما را از فحشا و منکر معن میداره، باز میداره. در تفسیر این آیت مفسرین میفرمایند که هر نمازخوانی که اصلاح نشد بعد از نماز خواندنش، یعنی زناگری که نمازخوان است زنا میکنه، شراب نوشه که یعنی نمازخوان است شراب مینوشه، یا اینکه دیگر فعل و رفتاری بدداری که نمازخوان است این عملها را میکنه، فهمیده میشه که نماز این نمازی واقعی و حقیقی نبوده است. نماز میخوانه، از گردنش ساقط میشوه، اما از این نماز یگان بهره بردگی نیست. این نماز سبب اصلاحی وی، سبب نجاتی وی، سبب برکت حیاتی وی، سبب خوشبختی وی، سبب از گناه پاکیزه شدن وی نشده است. چون که خداوند گفت که نماز شما را از کارهای فحشا و منکر معن می‌دارد. وقتی که انسان نماز خواند و باز زنا کرد، فهمیده میشه این نمازش نماز حقیقی نبود. چون که پروردگار هر چیزی را گفته است او حقیقی است میشود. که پروردگار گفتن شما نماز خونه، نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌دارد. و این خاطر انسانیت وقتی که نماز خوان است باید که این درویگی میگن، چی نوع پیشتر گفتیم، هم انسان نماز خونه هم زنا کنه، هم انسان نماز خونه هم دیگر کار گناه کنه، این نشانه مسلمانی نیست. مسلمان حقیقی باید که یک راه انتخاب کنه، در یک راه باشه. مولانا یک جمله داره میگه تو را یک رنگ مادر هم پدر بود، چرا این دم تو را رنگی دیگر شد؟ پدر و مادر تو مسلمان بودن، ایمان داشتن، مسلمان حقیقی و واقعی بودن، برای چی میگه امروز رنگی تو دیگرگون شده است؟ هم مسجد بیای هم گناه میکنی، هم نماز میخوانی هم زنا میکنی، این چی معنا داره؟ یک چه انتخاب کنه انسان؟ زناگری تا مردن تا همون راه بره، یا که توبه کردی از تحت دل گشتی نمازخوان شدی، نمازخوان واقعی شد. این معنی نداره که انسان هم مسجد بیایه و هم نعوذ بالله دیگه کارها را کنه. خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار اله این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار اله هر چیزی که رضای خودت است برای ما
نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار مشکلی هاشون آسان بگردان. در کسب کارهاشو برکت ها عطا بفرما. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.